من یک جوانی بودم علاقمند به سینما. طرح داشتیم، ایده داشتیم، فکر داشتیم، ولی فیلمی نساخته بودیم و پول هم نداشتیم، امکانات هم نداشتیم. این مسیر و آغازش رو با دکتر هوشنگ کاووسی طی کردم، به خاطر که هوشنگ پسرعمه من بود و بعد طبیعی من بیشتر با اون بودم و من و برادرم زندیات نصیبی فیلمساز آوانگارد و که 10 سال پیش متاسفانه خاموش. اما گرایش فکری من بعد که کمی به حال بیشتر با مسائل برخورد کردم از فریدون رهنما بود. آغاز کار ما در سینما آزاد در حقیقت مدیون اون تشویقایی بود که فریدون از ما میکرد. این تصور به ذهن من رسید که بیام من همین دوربین از این دوربین های 8 میلیمتری که توی خانواده ها هست و برای تفریحشونه، این از این یه وسیله بسازیم. من با دوستای دیگم ژیلا مهرجویی، ابراهیم وحیدزاده، فروزش و سعید محمدی، اینا کسایی بودن که دانشجوی مدرسه و سینما و تلویزیون یا دانشگاه دراماتیک بودن. ما با هم دیگه اول یک کلوب را انداختیم و توی این کلوب فیلم‌های مدرسه عالی تلویزیون و سینما دانشجویی شد و فیلم‌هایی که بچه‌های دانشگاه دراماتیک فیلم‌های مدرسه‌ای رو اینا نشون میدادیم و یه دیگه هم می آمدن و این فیلم ها رو می دیدن. نخستین باری که ما دور هم جمع شدیم در حقیقت توی یک کودکستانی بود به نام کاخ کودک که یک این صاحب این کودکستان لئونید سروریان اسمش بود، یک ارمنی بود و این سالن ما داد. ما اونجا جمع شدیم. وقتی که جمع شدیم یک کلوب رو شروع کردیم. هنوز نمی‌دونستیم می‌خوایم چی کار کنیم. یک 2-3 جلسه که ما پیش رفتیم و من یک اعلامیه دادم، یعنی یک تقاضا کردم، گفتم اگر کسی فیلم های 8 میلیمتری داره که این فیلم ها خانوادگی نیست، برای خودش کار کرده و خواسته فکری ایده‌ای رو پیاده کنه، ما هم نمیشناسیمش، این بیاد خودش رو به ما معرفی کنه. همین سرآغازی شد که یه عده‌ای همایون پایور، شهریار پارسی بود، اینا کسایی بودن که یه گروه بودن، بهنام جعفری، اینا بچه‌ای بودن که ما هم نمیشناختیم، کارهای آماتور میکردن. اینا خودشون ما معرفی کردن، مردم استقبال کردن از این فیلم ها چون یک کار دیگه میدن.